با عرض سلام و درود بپیوندم خدمت دوستان و عزیزان. با یکی دیگر از بندی دوره آموزشی نقشه خوانی برقی صنعت قسمتی نرم افزارهای نقشه کشی و دیگر هستیم. یعنی در این قسمت ما نقشه خوانی علاقه قریب که گذاشتیم و میخواهیم که یکون نقشه را فرض کردیم میخواهیم که طراحی کنیم و نیاز به یک برنامه، یک نرم افزار دارید تا که همون نقشه را طراحی کنیم. نقشه برنامه‌های مختلف هستند، برنامه‌های گوناگون هستند برای طراحی مدار و زنجیرهای الکتریکی و ما ساده‌ترین ها و آسان‌ترین هاش را برای شما پیشنهاد میکنیم و تا که شما از آنها استفاده کردن توانید. و اولین برنامه هم از برنامه اتوماسیون استودیو است. این برنامه از کانادا است، خصوصا برنامه با لیسنزی است، اما مشکل نیست، می شود که اکثریت کتابخانه‌اش رایگان است، شما از آنها استفاده کنید. و سه تا قسمتی برای برق است، برق صنعت است که در اینجا است: الکتریکال کنترل است، الکتروتکنیکال است و الکتریکال وان لاین است. یعنی ما هم قسمت الکتریکال کنترل یعنی اداره کنی الکتریکی است، یعنی PLC و همون نقشه های PLC ورودی خروجی این قسمت است و اینش هر دوش هم تو استاندارد دارن. استانداردی GIC اینجاش و اینش هم IEC، یعنی ما استانداردی گفته ما استفاده میکنیم از این قسمت است. الکتروتکنیکال هم باشد استاندارد IEC دارد و نیم دارد، اما قسمت نقشه یک خط استانداردی فقط IEC دارد. در این قسمت کتابخانه‌اش هم بید خیلی هم بزرگ است، از همه قسم‌های صنعت ما در اینجا داریم و این قسم گیدراولیکا، پنیماتیکا، حرکت دهنده است. اینجا گفتیم قسمت الکترونیکی و دیجیتالی است. اینجا همچنین برنامه‌نویسی در PLC با زبان لدر یعنی نوربونی در آلن برادلی است. استانداردی IEC است، برای سیمنس است و برای LC این LS این فکر میگیرم از میتسوبیشی است. این برای این قسمت است و قسمت HMI هم دارد که ما میتونیم در این قسمت کتابخانه‌اش ببینیم. نمونه از قسمت پنل بیرونی ما است که میتونیم ما همون طراحی کنیم، اینجا نقشه بکشیم. و قسمت ما برای نقشه کشی از این قسمت نیاز داریم، قسمت الکتروتکنیک است که اینجا کتابخانه‌اش هم همه قسمتش اگر ببینیم از خط قسمتی کنترل است، اینجا منبع است، تجهیزات اندازه‌گیری است و الیمنت های پسیو از اینجا هستند و دیگر نمود. کاملا همه همون نیازهایی که ما داشتیم در این قسمت کتابخانه هستند و بر زمین نقشه کشی و شما میتونید همین برنامه را، همون لایحه را با طریق سیمولیشن یعنی شبیه ساز کاملا بررسی کنید و مشکلات ها و نقصاناش هم یابید در قسمت. و یکی دیگر هم برنامه هایی که ما در بارش هم آموزش هم داریم، این نرم افزاری کدسیمو است. گفتیم یک نرم افزار خیلی هم ساده است، برای نقشه‌های ساده خیلی هم کوله است و قسمتی اگر شما هر یک ورقی که خواستید در اینجا این قسمت تنظیمات و ورقه را انتخاب میکنید و میگید که کدام نمود باید باشد به طریق افقی، عمودی اندازش A4 از 3 باشد یا که اندازه خاصی مطابق با خود شما است. و ورقه جدید اگر خواستید به این شکل و اونو را میتونیم ما نمایششون هم با یعنی دو نقشه اگر باشد به همین شکل استفاده کنیم. یعنی این نرم افزار هم خیلی هم خوب است برای نقشه کشی در قسمتی بخشی صنعت که ما این را آموزش داریم. و یکی از نرم افزار ساده دیگری هم است در خود مایکروسافت، یعنی نرم افزاری ویزیو خصوصا طراحی شدگی است برای همین نقشه کشی. این بخشش هم بینید خیلی هم بخشای کلان دارد برای نقشه کشی و اینجا هم یک قسمتی بیسیک الکتریک هم
دارد که ما اینجا میتونیم که از همین قسمت استفاده کنیم. یعنی اینجا استفاده برش هم ساده است. ما فقط المنت میگیریم و بالای همین رخه کاری میکشونیم. نه همه المنت ها در این قسمت هستند و شما اینجا هم میتونید علاوه کنید همه بندی که زیر بندی که شما نیاز داشتید. پس که همه این قسمت ها که ما نیاز داریم، این مثلا در موتور باشد در اینجا. و مشکلی که در اینجا هست از یکم که نرم افزار فقط برای نقشه کشی است و یکم هم قیمتر است در این طراحی کردن، چون که المنت ها کامل نیستند در اینجا. یعنی شما مثل همون رسم کشی نیاز دارید با همون المنت ها همش جابجا کنید و وقتی شاید کم وقتی بسیار تر گیرد. اما ساده بودنی کاری این هم شاید خلای باشد برای بعضی و دسترسیش هم آسان‌تر. و باز یکچند برنامه های دیگر هم هستن. ما اگر ما پیشنهاد کنیم هست برنامه کمپاس الکتریک. یا اگر باید این معلومات داشته باشن کمپاس الکتریک هم میتونیم ما از اون استفاده کنیم. متاسفانه من خودی منم استفاده کردم یک زمان، اما اونقدر برنامه خلای نیست مثل همین اتوماسیون استودیو و مشکلات هم دارد، خصوصا و برنامه پول است با لیسنسی است. شما نیاز دارید اون خریداری کنید و وگرنه همون کتابخانه‌اش فعال نمیشه. و باز یکچند برنامه‌ای که در اینجا هستن اگر ما ریتینگشون هم بینیم، یکچند برنامه‌ای که در اینجا گفتگی است برنامه بهتری که برای نقشه کشی برقی صنعتی هستند. اتوکاد الکتریک یکی از بهترین برنامه است. متاسفانه بعضی ما از خود اتوکاد استفاده میکنن که این اتوکاد خیلی مشکل است و این برای الکتریک ها یعنی اساسا طراحیش دیگه برای کاملا برای همه نقشه کشی است. و یکی از بهترین برنامه یعنی نرم افزار ایپلین است. یکی از بهترین برنامه ها برای لایحه کشی در همه بخشی برق صنعت شما میتونید از این استفاده کنید و اینم شاید که هم بهتر یکی از اولین برنامه های همین ساحه برق صنعت باشد برای لایحه کشی بهتر است. و اینجا هم بسیار از نمونه برنامه هستند تا که هر کسی که مثال نیاز داشت فرق ندارد. شما زمانی که یک برنامه یک نرم افزار میخواهید آموختن، اگر یک نرم افزار خوب آموزید، مثال اگر شما از نقشه خانه آگاه باشید، المنت ها را اگر دانید که چی المنت ها هستن برای کار با اون نرم افزار هم تنقصی نمیکشید. یعنی مهم اون نیست که مثال کدام نرم افزار شما میخواهید آموختن یا که با کدام نرم افزار نقشه را طراحی میکنید. مهم اون است که شما همون نقشه کاملا درست و خلای پیش طراحی کنید. و اگر شما نیاز داشتید بر نرم افزاری که همون مشکلی شما را برطرف کنه، مثال یکم کمبودی باشد، اون از بهتر از نرم افزار شبیه ساز هم اتوماسیون استودیو و هم کدسیمون هم نرم افزار برای نقشه کشی بودن هم برای شبیه سازی از اینا استفاده کنید. و اما شما اگر نیاز داشتید فقط لایحه را طراحی کنید، بهتر از نرم افزاری خودی همون ایپلین اتوکاد الکتریک از نرم افزاری برای نقشه کشی هستن، از آنها استفاده کنید. پیروز باشید.